من خیلی اهل گل و گیاه نبودم، ولی از روزی که اینو خوندم یه ذره توجهم به گل و گیاهای مامانم بیشتر شد و تصمیم گرفتم که گل بخرم و تو خونه میز باشه و نتیجه شدم که می‌بینید یه ذره پژمرده شده، ولی خب سلام، روزتون بخیر باشه. من مهین هستم و از امروز میخوام خلاصه یه قسمتایی از کتابایی رو که میخونم، قسمتایی که برام جالبه اینجا بذارم. به نظرم اومد که کسی که فرصت نمیکنن خودشون کتاب بخونن، حالا نظر یه نفر دیگر رو ببینن بد نیست. کتابی رو که شروع کردم بخوندن، این کتاب هست زمینی نو. این کتاب به اسم جهانی نو هم هست. I'm full charge. فوشار شد اعلام میکنه. و اینکه خب میخوام راجع به این کتاب، من تقریبا نصف کتاب خوندم و چون کتاب جالبی هم بود گفتم حالا که دارم میخونم قسمت هایی که برای خودم جالبه بیام اینجا بگم. کتاب اولا که ظاهر کتاب ظاهر خوشگلیه، اگه توی اینترنت ببینید شاید جالب شه، ولی اینجاش اینطوریه. این کتاب با چند تا ترجمه هستش توی ایران، ولی من ترجمه آقای مسیحا برزگر رو انتخاب کردم و چاپ هفتمش هم از این کتاب که من گرفتم. خیلی خوشگل، صفحاتش هم قشنگه، یعنی زیبایی بصری داره و توی فهرستش چیزایی که توی این کتاب پرداخته شده اینا هستش: شکوفایی آگاهی انسان، اوضاع کنونی عالم، هسته نفس یا کانون ایگو، نقش بازی کردن، کالبد دردمند، رهایی، آگاهی از حقیقت خویش، راز خوشبختی، کشف گستره لایتناهی باطن، هدف درونی تو و آخرش هم زمینی نو. آقای اکارت توله نویسنده این کتاب هست، معتقده که چرا این کتاب رو گذاشته اسمشو زمینی نو، میگه که آسمانی نو آگاهی تزکیه شده و استحاله یافته بشری است. فکر میکنم از کتاب انجیلم کلمه آسمانی نو رو گرفته. و زمینی نو تجلی و انعکاس این آگاهی در دنیای مشهود بیرون است. این انتخاب اسم فکر کنم یه کم توضیح میده انتخاب اسم. حالا من قسمت اول گفتم که فصل اولش شکوفایی آگاهی انسان هستش، اینه عنوانش و من به سبک خودم میخونم، اون جاهایی رو که جالبه میخونم، اون جاهایی رو که برای خودم جالب بوده میخونم. خب قبل از اینکه شروع کنم به خوندن این کتاب، اولا اینو بگم که هر کتاب عقاید نویسنده اونه و من چرا کتاب رو بیشتر از مثلا فایل‌های صوتی یا دوره‌های ویدیویی و اینا بیشتر دوست دارم، به جهت اینکه کسی که کتابو می‌نویسه روی کتاب تأمل میکنه، فکر میکنه. گاهی وقتا ممکنه نوشتن 2 خط از کتاب مثلا یه روز وقتش رو بگیره. چون من خودم کتاب نوشتم، آخر ویدیو حالا کتاب خودم هم میذارم، کسی دوست داشته البته کتاب من در حال حاضر انگلیسیه، روی آمازون نسخه عربی و انگلیسی داره. بعد میدونم که کسی که میخواد کتابو بنویسه سعی میکنه بهترین کلمات رو انتخاب کنه، بهترین چیزایی رو که توی فکرش هست و بهترین ایده هایی رو که داره روی کاغذ بیاره، یعنی براش زمان میذاره. خب کسی که ویدیویی صحبت، من الان دارم ویدیویی صحبت میکنم، در لحظه صحبت میکنم، ممکنه راجبش یه کلیتش فکر کرده باشم، ولی کلمات، جملات و چیزای بینابین اضافی هم داشته باشه. تو فایل‌های صوتی هم همینطور یا بقیه چیزا. ولی
در حقیقت کتاب این چیزو داره و اینکه کسی که وقت میذاره کتاب مینویسه خیلی به نظر من ارزشمندتر سعی میکنه اون مطلب رو درک کرده باشه، یعنی یک ایده نوعی برای گفتن داشته باشه، چون گرفتن ویدیو خیلی راحت تره به نسبت نوشتن یک کتاب. این از این و اینکه هر کتابی خب عقاید نویسنده اونه. ممکنه من خودم این کتاب خوندم یه جایش با نویسنده موافق نبودم، شاید آگاهی من در سطح آگاهی نویسنده نیست یا هر چیز دیگه‌ای، ولی به نظر شخصی خود من خوندن هر کتابی که آدم بخونه میتونه ازش چیزی یاد بگیره و مخصوصا کتابایی که تو مسیرشون اصلا شمایی که این ویدیو رو داره میبینی، همین که داری میبینی یعنی یک کلیکی از طرف دنیا بوده که تو توجه کنی به این کتاب. شاید این کتاب حرفای برای گفتن داشته باشه که به دردت بخوره. این سراغ کتاب. قسمت اول کتاب با عنوان یادآوری از همون فصل اول که شکوفایی آگاهی انسان هست و میخونم که به نظر خودم جالب بود، یه تغییر کوچولی تو زندگی خودم داد که بهتون میگم. میگه زمین 114 میلیون سال قبل صبح درست قبل از دمیدن آفتاب نخستین گل سیاره ما گل برباشو باز میکنه تا به روی خورشید بوسه بزنه. قبل از این واقعه مهم که خبر یک دگرگونی انقلابی توی حیات گیاهی بوده، سیاره زمین مدت میلیون ها سال پوشیده بوده از خزه و گیاه. احتمال داده میشه که اولین گلی که توی جهان رشد کرده خیلی عمر نکرده و گلا هم باید پدیده‌های کمیاب و در انزوایی بوده باشن، چون توی اون زمان شرایط نباید برای رشد گلا خیلی مناسب بوده باشه. با وجود این طبیعت رسیده به یک آستانه، یک تحول مهم و یک انفجاری از رنگ‌ها و رایحه‌ها زمین رو فرا میگیره. البته کسی اون زمان نبوده که شاید این همچین چیزی باشه. بعدای موجودات قشنگ و خوشبو که اسمشون گله نقش اساسی توی تحول آگاهی انواع دیگر موجودات ایفا کردن. قرار بود آدم‌ها به سمت این گله کشیده بشن و ستایششون کنن. وقتی آگاهی بشر رشد پیدا کرد، گل‌ها اولین چیزی بودن که بدون اینکه ارزش مصرفی داشته باشن، یعنی بدون اینکه نقشی توی بقای انسان ایفا کنن، مورد توجه و علاقه آدمی قرار گرفتن. برای خود من این خیلی جالب بود. گلها الهام بخش خیلی از هنرمندا، شاعرا، عرفا بودن. دیدن زیبایی گل آدم‌ها رو بیدار می‌کرد تا زیبایی‌های نهفته توی خودشون رو ببینن. همون زیبایی‌هایی که پاره‌های اساسی وجود انسانه. اولین بارقه ادراک زیبایی مهمترین حادثه تکامل آگاهی بشریه. احساس شادمانی و عشق به شدت به ادراک زیبایی گره خورده. گلا اومدن تا برای ما نماد صوری اون چیزایی بشن که توی وجود ما متعالی، قدسی و بیشکل و صورتن. گلا ظریف و ناپایدار و اسیری با سه سنته و لطیفتر از خاکی هن که از اون میروین. گلا اومدن تا پیام‌آور عالمی دیگه‌ای بشن، مثل پلی بین دنیای فیزیکی صورت‌ها و دنیای بی صورت. گلا نه تنها رایحه مادی داشتن که مشام جسم رو تحت تاثیر قرار میداد، رایحه معنوی هم برای مشام روح آدم داشتن. هر شکلی از گیاه، چه کانی باشه، هر شکلی از حیات، کانی، گیاهی، حیوانی، بشری، یه بهره از روشن شدگی داره. حالا جالبه که اعتقادش اینه که گلا مرتبه روشن شدگی گیاه ها هستن. میگه این حالا بخوام اون قسمت های مهمش رو بخونم.
میگه چه چیزی میتونه سنگین‌تر، اینجا میاد یه مثال از صخره میزنه، میگه چی داریم که ما سنگین‌تر و سخت‌تر از یه صخره باشه. یه اینجوری اصطلاحاً میگیم یه سخت‌ترین و فشرده ترین همه صورت هاست، منظور شکل هاست. میگه با وجود این یه تعدادی از صخره‌ها هستن که دستخوش تغییرات مولکولی میشن و به کریستال تبدیل میشن و اینطوری شفاف میشن و نور رو از خودشون عبور میدن. یا حتی زغالایی هستن که تحت تاثیر حرارت و فشار شدید به الماس تبدیل میشن. یا فلزای سنگین، حالا که به سنگای قیمتی تبدیل میشن. و در مورد جانوران خزنده میگه که یه موجودات وابسته خب به خاکن تا یه میلیون‌ها سال ثابت موندن، اما بعضی از اونها پر و بال در آوردن، تبدیل به پرنده شدن و از نیروی جاذبه زمین که اونا رو در واقع زمین میبنده، بسته نگه داشته، سرپیچی کردن. و خلاصه این که گلا، کریستالا، سنگای قیمتی برای انسان ارزش داشتن و مظهر آگاهی میدونشون. دلیلش هم میگه کیفیت اون جهانیشونه، یعنی اون چیزی که توی ذاتشون در واقع وجود داره. میگه وقتی که انسان یکم حضور پیدا میکنه، درنگ و توجه میکنه، میتونه اون حضور اون جهانی رو در واقع ببینه، توی همه پدیده ها لمس کنه و حتی باش انس بگیره، دوستش داشته باشه. میگه بدون این تجربه ها بیشتر آدما فقط صورت ظاهر امور رو میبینن و نسبت به جهان اونها بیخبر میمونن و قطعا خب نسبت به ذات خودمون هم ما اینطوری بیخبر میمونیم. و میگه که خب آدم اینو متوجه میشه، انسان اینو متوجه میشه که این توی مواجهه با همین گل‌ها، کریستال‌ها، سنگ‌های قیمتی و اینها متوجه میشه که اونها چیزی بیشتر از وجود فیزیکیشون هستن. و یه نوزاد انسان و حیوان هم همین احساس رو به انسان منتقل میکنن، چون ظریف و لطیفن و هنوز صورت مادیت و زمختی رو توشون ایجاد نشده. یه بارقه های معصومیت رو دارن که از خودشون ساطع میکنن و ما متوجه میشیم که این جهانی نیست. میگه وقتی که هوشیاری در کنار یه گوره کریستالی پرنده تأمل میکنی و برچسب ذهنی بهش نمیدی، اینها یه پنجره میشن برای ما که به اون بیکرانه بیشکل، اون ذات که بعضیا اسم خدا رو بهش میدن و بعضیا بهش میگن جهان، هستی، حالا هر چیزی که اسمش رو بذاریم، میگه یه پنجره میشن برای رسیدن به اون، برای دیدن اون. در واقع به همین دلیلی که میگه که کریستال، گل، پرنده و اینها نقش اساسی توی تکامل آگاهی بشر ایفا کردن. برای همینم حالا مثلا گل نیلوفر مثال میزنه که سمبل بیداریه، کبوتر رو که سمبل روح القدسه و میگه که این پدیده ها زمینه رو برای انتقال آگاهی بشر به یک مرتبه ژرف‌تر آماده کردن. این اون بیداری معنویه که این کتاب قصدش اینه که اونو تجربه کنیم.
حالا یه قسمت از کتاب بود. امیدوارم نظراتتون رو بگین اگه دوست داشتین. و اتفاقی که افتاد گفتم این که من خیلی اهل گل و گیاه نبودم، ولی از روزی که اینو خوندم یه ذره توجه هم به گل و گیاهای مامانم بیشتر شد و تصمیم گرفتم که گل بخرم و تو خونه رو میز باشه و نتیجه شدم که میبینید یه ذره پژمرده شده ولی خب هست. و این کارو کردم. اینو می‌خواستم بگم، این خیلی نکته مهمیه. این کارو کردم که سعی کنم اینو تجربه کنم، ببینم آیا این چیزی که این نویسنده داره میگه توی زندگی مادی من تاثیر میذاره. گل خریدم و روی میز گذاشتم. خیلی هم هزینه آنچنانی نداره. شاید بعضیامون اینطوری فکر کنیم که شاید مثلا هزینه داره آدم بخواد هر هفته گل بخره. حالا گل طبیعی و گلدونی هم هستن، ولی من ترجیح دادم که گل حالا مثلا داوودی، گلای نمیدونم خیلی نمیشناسم، میخک و اینجور چیزا، من تازه خودم گفتم بهتون تصمیم گرفتم که روی میزم باشه. و چیزی رو که متوجه شدم اینه که همین گل کوچیک یه احساس خوشایندی میده. حالا رایحه‌اش، اصلا رنگش. و من توی این مدتی که حدود فکر کنم 3 هفته میشه دیگه که همیشه گل گرفتم روی میز بوده، احساس کردم اینو و فکر میکنم نظر نویسنده درست بوده. شما میتونید تستش کنید. همه ما توی زندگیمون، نظر شخصی خودمه، دنبال اون راحتی هستیم، دنبال اون آرامشه. یعنی اگه ماشین خوبم میخریم دنبال اون آرامشه، ولی میشه با این چیزای کوچیک اون آرامشه رو توی زندگیمون بیاریمش، حسش کنیم، ببینیم حسش چه شکلیه. همین. مرسی که تا آخرین ویدیو بودیم. یه سری ایده هایی هم دارم برای این ویدیوها که بهتر بشن. کتاب خودم هم نسخه فارسیش منتشر بشه، حتما جایزه ازش میذارم اینجا. دوست دارم که نظرتون بده.